امروز اومدیم موزه هنرهای معاصر تهران و میخوایم گزارشی از نمایشگاه پرویز تناولی با موضوع شیرهای ایران تهیه بکنیم. اطلاعات بیشتر رو میتونید در کانال تلگرامی ما به آدرس اثر آرتوان دنبال کنید. پرویز تناولی در سال 1316 در تهران به دنیا آمد. او در ایران و ایتالیا به آموختن رشته مجسمه سازی پرداخت. در سال 1342 سرپرست بخش مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران شد. تناولی خود میگوید شیفتگی من به شیر به سال 1347 باز می‌گردد. در آن سال به قالیچه‌ای که تصویر شیر بر آن بافته شده بود برخوردم. نقش عجیب و قدرتمند این شیر چنان محصورم کرد که آن را بلافاصله خریدم. این برخورد و این اقدام سرنوشت مرا تغییر داد.